کسی تا کل هفتم آمده می رسد خوشبخت می شود. یک معجزه ای که باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شهناز میدیا. امروز ما به شما درباره یکی از معجزه های عالم که در تاجیکستان قرار دارد معلومات میدهیم. به کانال ابونه شوید و گذاشتن لایک را فراموش نسازید. هفت کولی که با اصطلاح دیگر کوههای مرغزار در کوههای فان مینامندش جالبیت های خاصی برای خود دارد. یکی از جالبیت های هفت کل این است که یکیش از دیگرش با رنگ های افسانویش فرق می کند. هفت کل را بعضا یکی از هفت معجزه های جهان نیز می گویند. کل یکم کل میجگان می باشد که از همه زیباترین به حساب می رود و سطح بر در بلندی 1596 متر جایگیر بوده. چقوری آن 20 متر می باشد. هر یک کل رنگ خودش را دارد. کل دویم سایه نام دارد که در بلندی 1700 متر از سطح بحر جایگیر است. درازی این کل 420 متر، پهناییش 100 متر و چقوریش باشد 50 متر می باشد. کل سیوم باشد هوشیر نام دارد. 970 متر درازی، 70 متر چقوری و پهناییش باشد 103 متر می باشد. کل چهارم نافین نام دارد. از دیگر کلها نسبتاً کلانتر می باشد. درازی این کل 2750 متر و برش 180 متر است. کل پنجم خردک نام دارد که درازیش 1880 متر و برش 240 متر می باشد. مرغزار نامی کل ششم می باشد که درازیش 2650 متر و برش باشد 422 متر می باشد. کل هفتم هزار چشمه می باشد. ساکنان می گویند که کسی تا کل هفتم آمده می رسد خوشبخت می شود. درازی این کل 2050 متر و برش 454 متر می باشد. در بلندی 2400 متر از سطح بر قرار دارد. در بین این هفت کل چهارم دقت ما را جلب می کند. از جهت مساحت هم وسیع و هم کلان و یک معجزه ای که باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه رنگ خود را عوض می کند، تغییر می دهد که هر روز جمعه رنگش سرخ می شود.
امروز جمعه نیست، وگرنه به شما نشان می دادیم شما هم روز جمعه بیایید و این تغییرات را ببینید. به اینجا همه روزه سیاحان زیاد می آیند تا با چشمان خود ببیند این همه زیبایی را.